ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. گدور نکنین حق را به امرای باطل و تکتموا الحق پنهان نکنین حق را و انتم تعلمون در حالی که شما میفهمین این حق است. یا چی میکردن؟ ولا تلبسوا الحق، لبس که است به معنای چی را میگه؟ به معنای گرد خلط میگه، خلط. حق به امرای باطل خلط میکردن. یک تا حق میگفتن 9 دانه باطل. ای توی قسم جورش میکردن، حیران میمانی که چطوره حق نشان میداد. گر وردش میکرد این باطل حق میساد. یک ذره رنگ و زیبایی برش میداد، مثل که اگام موتر خرابه اگام رنگش میکنه و تو جورش میکنه، موتر فروشانه زیبا هم تو نشانت میده. فکر میکنی که از اینکه موتر خوب نیست، داخلش هم میبینی که تو گردی است که میخریش دیگه خلاص در مستری خانه است. نه اینا میتونن باطل هم تو زیبا میکردن. ولا تلبسوا الحق، گدور نکنین، خلط نکنین حقی که نازل شده از جانب الله بالباطل، با باطلی که شما را از پیش خود جور کردین. تحریف نکنین آنچه که در تورات است با بهتانی که شما جور میکنین. دو چی بود؟ صفات رسول الله هم بود، اینا خلطش کرده بود. اینی صفت داره، اینطور است، اینا میگفتن نه چشماش تو. دو گفته شده بود که از مکه بیرون میشه، یا گفته بودن نه از چی بیرون میشه؟ از ایران این پیامبر میاد. در اینجا نوشته از ایران میاد، ایرانی باید باشه. اگر این دو نوشته بود، ولی اینا خب میفهمین حدثی که در کتابشون نوشته بود، کل مفسرین اکثریت میگه و همین تو سیرت نویسا و تاریخ نویسا اینا میفهمیدن که پیامبر آخر زمان در مکه و مدینه پیدا میشه. اگر نه یا از اونجا نبودن، از دیگه جای بودن، فلسطین اونجا، از اونجا آمدن از عراق و فلسطین در مکه جاگزین شدن در مدینه که باشه همین پیامبر از نسل ما برآید. توجه شدین؟ یعنی پیامبر از نسل ما باشه یا بنی اسرائیل یهودی باشه، از این برای که قبولش کنن. این به او خاطر اونجا سفر کرده بودن، زندگی را انتخاب کردن. ولی الله متعال از نسل از اینا نخواست، از عرب پیدایش کرد. از عرب که پیدا کرد را پرسان کردن که اینا خود شما میگفتید از مکه میاد پیامبر آمده و گفتن نه ما کی گفتیم، ما میگیم از ایران پیدا میشه. دیگه این اصلش ایرانی است، فارسی است. نیتو میگفتن حق با باطل یک جای نکنین. به تاویلات امروز حق گدور میکنن، به تاویلات باطل نه چیزایی میگن. سعی کنیم کتابا را پر است. خب تاویلات باطل اگر بگوین که دعای بعد از سنت بیات اجتماعی ثابت نیست، میگه قرآن میگه وقال ربکم ادعونی، دعا بخواه نگفته در کدام وقت، هر وقت بخواه نگفته، جماعت به جمع هر وقت میگه کلش. باز یکم تا میگه سعی کنید، قرآن مطلق گفته او عبادت که است همه چیزش مختص است، جایش مکانش همه چیزش. در عبادات که است والاصل فی العبادت الحظر والمنع. علما میگن نصوص عبادت نکن، اصل در عبادت است که نکنی الا ما ثبت بدلیل، مگر که به دلیل ثابت باشه که رسول الله این کار کرد این کار کرد. یا چی میکنن؟ اینا ادعونی ادعو ربکم، با چی میگن؟ دعا را قبول نداره. استغفر الله، دعا را قبول نکنم کافر میشم. دعا خدا قرآن است. وقتا پی کفر سر مزد دعا را میگم بکو و طریقه رسول الله سلام بکو. که دعا کده پیمسن واضح است، حتی در عبادات قیاس نمیشه. خواهیم مردم بگویم آل دمی دعا تو دست بالا میکنی یا نیا؟ دمی نماز که میخوانی اهدنا الصراط المستقیم همی دعا است یا نیا؟ خیلی دمی که رسیدی بگیری دست بالا کو کل اگه بگوی اهدنا الصراط المستقیم بالا کو، چرا نمیکنی؟ بگو خیلی چرا نمیکنی؟ اهدنا الصراط المستقیم دعا است یا نیا؟ داخل اتحیات که اللهم ربنا آتنا میگی اللهم ربنا می دعا است یعنی چرا دستت در آخر بالا نمیکنی؟ با سلام دور بیتیسیش چرا نمیکنی؟ به خاطر که رسول الله صلی الله علیه و سلم دینمی مکان دست خود بالا نکرده اگر که دعا است. چطور است می دلیل؟ قوی است یا نه؟ حالا این مردم ها ببینی از پیش خود نه چیزایی فیصله میکنن، چیزایی میگن تاپکو را تاپکوی را تاپکو، میگه دعا را قبول نداره. کدام دعا؟ مولوی سینی فلانی او میگه دعا را قبول نداره. حالا رسول الله صلی بعد از فرض بیعت اجتماعی تو دعا نکرده که خلاصی قرضدارا، بخشش مردگان،
من چطور چنان 3 دفعه، 1 دفعه که دعا کرد با میگه با دعا کن، با میگه با دعا کنیم. یک نفر اینجا کار داره دعا مستحب است تا فرضش کرده. پیامبر صلی بعد از فرض حیات اجتماعی دعا نکرده. اگر ما بکنیم پیامبر صلی باز میگه از چیزای نو در دین وجدار بدعت است. همینجا یک سفید آمده بود، ما بعد از فرض ذکر میکنیم پیامبر صلی این کار کرده در کلکای خود. سبحان الله. چی میگه این مولا میگه که کلکای خود ساتیری داره. توبه استغفر الله را ما الله سبحان الله سبحان الله الحمدلله الله اکبر میگم این میگه ساتیری داره. چرا دعا نمیکنه؟ الو بای دعا نمیکنه میگه فهمی غالمغال انداخته. چرا دعا نمیکنه؟ و بدبخت حال اینجا دعا خود ثابت نیست. نه این مولا وابی نیست. ما گفتم وابیست. وابی از کجاست؟ از جای ما وابی شده. الهی توبه من. اگر نه یقین کنین در دنیا وابی پنجابی است، وابی نیست ها. من ندیدم. گشتم گفتن در عربستان، رفتم عربستان پرسان کردم گفتن این مردم وابی. گفتم شما وابی هستین؟ گفت نه. تو میخوای کی میگه شما را؟ مردم میگه. گفت ما قسم خوردن ما وابی نیستیم. گفتم این مردم شما را وابی میگه. گفت نیستیم. من خوینم من میگم نیستم. گفت کدام عمل چی هست وابی؟ گفت ما از قرآن الله و رسول الله هم اطاعت میکنیم. هر عالمی که مطابق از این گپ دیه، چه محمد ابن عبدالوهاب باشه، چه شیخ الاسلام باشه، چه امام ابو حنیفه رحمه الله احترام داشتن امام. گفت چه امام مالک باشه، امام شافعی باشه، امام احمد، کلش قبول داره. کل علما گفت نور چشم ماست، علمای برحق باشه. ولی گفت میگیم خطا میکنن، خطا و اشتباهشان قبول نمیکنن. نه ما گفتیم همین دین است. خوب مردم هستین شما. گفت ما نمیتونه هستیم، مردم ما رو وابی میگن. خب شما نه تو این حال به طبیعت شما ما را میگن. اگر نیم میگن مرکزش در عربستان است. ما خود در عربستان رفتم وابی پیدا نکردم. کسی پیدا کرده برای بیاره به من. ولا تلبس الحق بالباطل. این صفت یهود است. خب حق و باطل گربر نکنید. همین تو علما ما زیاد داریم. حق و باطل همین تو گربر میکنن، تاویلات باطل میکنن. و تکتم الحق، پنهان نکنین حق را. یهود چی میکرد؟ حق پوت میکرد، حق بیان نمیکرد. میگفتندش مولای صاحب همین گپ همین تو راست. میگفت نه نیست. خوب حق می بود پنهان شد. این صفت یهود است. یکم تا میگه که اساکت عن الحق شیطان اخرس. ساکت از حق شیطان گنگ است. ولی حدیث نیست. ما از پیش خود جور کردم. آیه تو حدیث است که من کسی که میگه از او سوال کرده شد سئل علما، یک علمی که ضرور است، کتمه که او را پنهان میکنه. از علم پرسان میشه که الله او را بیان کردی پنهان میکنه. باز الله میگه او آدم چی میکند؟ الجمه بلجام من النار. اما قیزه آتشی در دهنش انداخته میشه. قیزه آتشی کش میشه. چرا حق پنهان کنی؟ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس اولئك يلعنهم الله. الله میگه لعنتی الله به تو عالمایی که حق پنهان میکنن. دیگه در این وقت اگه حق میگی نگویی در آتش میری، بگویی دیگه نمیمانم. میگه چرا حق گفتی؟ حالا حق نگوی. مرا میگه تو 24 ساعت حق میگی. گفتم خیلی چی نمیشه که 12 ساعت حق 12 ساعت باطل بگویم. بله خب من 24 ساعت باید حق بگویم. ما باز گفت که چوب کرد و همیشه حق میگی. گفتم خیلی چی بگویم؟ ناق بگویم. ناق بگویم. با چوب کرد میگه نه ناقم نگو. خب حقم نگویم ناقم نگویم چی بگویم؟ خب یا حق یا ناق دیگه خود چیزی نیست. باز چی میگه؟ نه ناقم نگو. خب ناقم نگویم. حق چطور؟ حقم میگه نگو. خیلی چی بگویم؟ گفتم نه ناق بگویم نه حق بگویم. یقین کنین که ما همین تو بحث شد. خب در یک جای همین تو بحث شد. باز آخر مرا میگه نه حق بگو نه ناق. حالا یک چیز خیلی نشان بودی حقم نگویم ناقم. همین گپا خواهد دو قسمت، یا حق است یا ناحق. هیچم میگی نگو خیلی دانم بیخی بسته کنم. حالا ما خو عالم هستیم. عالم حق باید بگوید. و شما خو اینجا اعلان کردین که آزادی بیانی که هر چه دانت میاد بگو. حتی کفریات شتیات هم میاد بگو. حالا ما خو بیان حق میگیم. ما حق بان که بگویم یا نه؟ نه میگه نگو. این تو وقت شده. خب حق که گفتی چی میکنن؟ تاپیت میکنن. با یک گروپ ارتباطت میتن. اگر نه یقین کنیم که ما تحت هیچ گروپ ظالم بیدین والله ارتباط نداره.
هیچ گروپی که ظالم باشه، دشمن انسانیت باشه، دشمن اسلام باشه، والله نداره. ولی این مردم ما را که دو کتی یک آدم میچسبانه. تو از اینی گروپ هستی؟ میگم نیستیم ما. نه هستی. از اینی گپایت فهمیده میشه. اگه این گپ باشه خب ما هم کلمه میخوانیم مردم ها. ما هم نما خیلی نخوانیم کلمه به خاطر که مردم میخوانه. خیلی نماز نخوانیم به خاطر که مردم میخوانه دشمن ها. اگه این گپ باشه خیلی بخی قرآن هم میلا بتیم به خاطر بگیم مردم قرآن میخوانه. نماز هم نخوانیم به خاطر که مردم نماز میخوانه. و تکتم الحق، پنهان نکنین حق را، و انتم تعلمون، در حالی که میفهمین. او لا تکتمون چیست؟ لا تخفوا ما فی کتابکم من اوصاف محمد. این تو حقی است که انکارش کردی کافر میشی. خب بعض حق است فرق میکنه. یکم تو یک مستحب است. خیر اگر یک مستحب گفتی که یک قسم کردی توریه که در مذهب ما نیستی تو گپینی، اما اگر یک مسئله عقیدتی را انکار کردی باز خطر ما، یا گفتی که نیست. و انتم تعلمون، در حالی که شما میفهمین که حق است، عالم هستین. با ضرر کتمان میفهمین که ضررش چی است، چی جزا داره. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین، پابندی کنین به نماز، بدین زکات را، نماز بخوانین به امرای نمازگزارا. وارکعوا و صلوا، نماز بخوانین، مع الراکعین به امرای نمازگزاران، جماعت، با جماعت نماز بخوانین. الله میگه خوی چند نهیشان کرده بود نه؟ امر اذکروا نعمتی، اوفوا بعهدی، آمنو. نهی چی بود؟ ولا تکونوا ولا کفروا ولا تشتروا ولا تلبسوا الحق ولا تکتموا الحق. باز الله امر میگه اقیموا الصلاة. در اینجا 9 امر است، یک 5-6 دانه، 5-6 امر است، 9 دانه نهی است. نکنین این کارا بکنین. و دین الله چیست؟ امر نهی را انجام بده یا نه؟ انجام بده یا نه؟ اقیموا الصلاة، یا من پابندی کنین به نماز، نماز بخوانین. یا از این فهمیده میشه که در نماز سست بودن. خب اقامت صلات، ارکانش، فرایضش عبدالله بن عباس میگه بفهمی، شرایط نماز بفهمی، خشوع و خضوعش بفهمی، از چی چیز نماز خراب میکنه باطل، اینی چیزا را بفهمی. زیرا اقامت امیر میگه. و آتوا الزکات، زکات بتین. زکات حق مال است، مالتانه که به یک حد میرسه به فقرا بتین. وارکعوا مع الراکعین، نماز بخوانین به امرای نمازگزاران، یعنی نمازتان که است به امرای نمازگزاران باشد. از اینمی آیت بعض علما محققین و دیگه احادیث است استدلال کردن که مع الراکعین چی معنا؟ یعنی به امرای نماز. رکوع اینجا اما یک جز نماز است، بعضی وقت به بالای جز اطلاق کل میشه و این مجاز مرسل میگه. نماز بخوانین به امرای نمازگزاران. رکوع الله چرا یاد کرد؟ به خاطر که دمی دین یهود رکوع نبود. خب از مقام سیده در سجده میرفتن. الله گفت نه رکوع میکنه، این اعلان نتین، ولی با جماعت مع الراکعین. در اسلام هم جماعت با بالای مردا فرض واجب است. خب مگر عذر شرعی باش. دلایل قوی همی است. مذهب مالکی میگه که، قرطبی میگه که فرض کفایی است، شافعی و بعض مذاهب، اما حتی فرض عین است. خب کسی عذر نداره در جماعت نمیره، نمازش نمیشه. عبدالله بن مسعود میگه که نماز ادبان ما جماعت غیر از منافق دیگه کس ترک نمیکن. منافق که میگه نفاقش آشکارا میبود دیگه کس ترک نمیکن. عبدالله بن مسعود. عبدالله بن عباس میگه که رسول الله صلی الله علیه و آله گفت من سمع النداء، کسی اذان شنید ولم یجب نامد در مسجد فلا صلات له، نمازش نمیشه. ما شما این دیگه این کسی که دینمی چیز آمد خلاص خودش مولوی است میگه من مولوی است. هم مولوی هم که باید در جماعت بره. این تو نیست که مولوی که شد در خانه بخوانه. عذر شرعی چیست؟ عذر شرعی باران تیز است، سگ است، بیامنی است، اختطاف است. حالا بعضی از اختطاف در این مسجد آمده نمیده. نه اینجا داریم، از اینجا میگه تا اینجا بریم کار دو چاقو والا اینجا است تا پیسه نمیگیره. یک نمیگه بالا تا اینجا. از اون کوچه دیگه یقین کنین در خفتن صبح اینجا کسی آمده نمیده. اختطاف میکنه. هیچ قبیه امنی است. 5 دقیقه در مسجد مردم اینه میاله. این در مسجد ما آمده نمیده. دلیلش بیامنی است. اگر میطور باشه باز عذر است. خب شرطی. یکم تو هیچ گپ نیست از سایه خود میترسه و هم داره. من گفتم کدام عمله سرت شده؟ گفت نه نشده ولی سر دگاه شده. گفتم تو بیا یک دفعه سرت حمله شد خیر شهید میشی بیا.
حال در میرای نماز بمری خوب است یا خراب؟ یا در خانیت بمری خوبه؟ خب یا در میرای نماز زدندت خیره، شهادته. یقین کنین یگام تا وهم گرفته ایره، هیچ نمیایه. دیگه عذر چی است؟ عذر ایست که ملا خراب است یا این ملای بدبخت است، متعصبی است که دین بیان نمیکنه، پنهان میکنه، در بدعتش این به درجه شرک میرسه. اگر به این درجه بود باز، اگر بدعتش به درجه شرک نرسید، گفت که والا میفهمم میجم اتاپا میترسم، ما گزاره میکنیم، بازو خیر است برو. یگان بدعتایی که چی است؟ مثلا دوای بعد از سنت این کارا رو چرا میکنیم؟ ملا صاحب ملا میفهمم مثلا در اسقاط میشینه و یا میتو در دوره اسقاط قرار ششتی مولای صاحب در اسقاط دیدیم چرا ششتی در دوره میفهمی که می گناه داره. میگه والا اگر نشینیم ما را میکشن. نه خب میگم خیلی کار میکنی یا نه؟ اگر دیدیم امیت آدم است حق پذیر است خیره یا میشه نماز با جماعت بخوان. حال تو پیش خود نماز میخوانی و مهم نیست دیگه. سورت فاتحه را میخوانی دیگه چیزا میخوانی تو را مسونات مانع نشه. اگر مانع شد گفته هیچ گفتی کارهای تا نکنی چه کارا؟ آمین نگو. حال تو هم خب میگی ما استان بگم خب استان بلند چه داره دیگه باز استان هم گفتی که آمین خیر همه بگو برو. امور هم گفت نگوی صدای تا نشنم بگو برش بگو که همین خدا حدیث از در بخاری است رفع یدین نکو میگه رفع یدین این تو میکنی. حال تو هم خب میکنی اول بار نمیکنی. یک تا ملا گفت که چوری تو میکنی؟ گفتم تو چرا میکنی؟ گفت مکه کردیم. گفتم دا اول نکردی؟ گفت اول یک دفعه کردم یادم رفته بود. گفتم خب این فکرت نیست کارهای خودت میکنی ما را میگی نکن. گفتم تو یک دفعه میکنی دو دفعه دیگه ما میکنم چی میشه؟ گفتم تو چرا تو میکنی؟ گفت حدیث است. گفتم من میام خدا حدیث است نه امید حدیث به یک حدیث عمل میکنی بعد دیگهش نه. گفت خلاصه گفت دیگه نکو که باز تاپه را میکشید. گفتم نزن تاپه. گفت تاپه وابیت بزنم؟ گفتم نه نزن تاپه تا میرم دیگه ما. گفتم تاپه نکو. یک دفعه خودش میکنه حالا مرا میگه آمین بلند نگو. گفتم خودت چرا آمین میگی؟ گفت کی گفتم نگفتی یا استا؟ گفتم چرا گفتی یا استا؟ گفت ده حدیث است. گفتم من بلندش هم ده حدیث است. اگر حدیث قبول داری یک تا قبول داری دیگر نه. یقین کنین این بسیار صفت خرابه. یک حق قبول داری دیگه شنه داری یا اینی تو دلیل بگویم برای شما. اگه گفت چرا رفع یدین میکنی؟ گفت تو چرا میکنی؟ اگه چرا آمین میگی؟ گفت تو چرا میگی؟ اگه گفت چرا قرائت خلف امام میکنی؟ مرا یک تا گفتم تو چرا در پشت امام در رکوع سجده سبحان ربی العظیم میگی؟ گفتم چرا قرائت نکنم؟ گفت امام خودش میگه. گفتم در رکوع هم سبحان ربی العظیم امام میگه یا نمیگه؟ گفت میگه. گفتم اونمون که میگه تو چرا میگی؟ یک دفعه ایران من چی میگه؟ والا دیگه گپ فکرم نشده بود. گفتم فکر طبیعه اینا رو بگو تو چرا میگی؟ گفت باش برو مولوی صاحب پرسان کنم. گفتم برو پرسانش که پس بیا. را پرسانش کرد گفت میگه در حدیث است. گفتم خب که در حدیث است امیر رسول الله صلی الله علیه و میگه لا صلات الا بفاتحه الکتاب نماز نمیشه مگر به سورت فاتحه. لا صلات لمن من هم گفتم مقتدیس امام اثر که سورت فاتحه را نخوان نمازش نمیشه. اینجا حدیث است. گفت ولی خیلی ملا چرا نمیگن؟ گفتم اینا برو ملا پرسان کن چرا نمیگی؟ گپ آخرش همین میشه که ملا چرا نمیگه؟ این ملا گفتم یا علم نداره یا تاپه میترسه. تاپه شما قرب تاپیش میکنی وابی بازو بیچاره دیگه وابی که شد یعنی بیخی دین برآمد. هیچ کس گپش نمیشنه. یقین کنین امی چیزا کلش زد و اناد است. خب سورت فاتحه را چرا میخوانی؟ ایره چرا تو میکنی؟ ورکو مع الراکعین نماز بخوانین به همراه نماز گزارا. عبدالله بن مسعود میگه که کسی جماعت ترک میکنه سنن هدا است منافق است. خب که نفاقش آشکارا باشه آشکارا باشه جماعت کوشش کنین نماز بگذارین به همراه نماز گزارا. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب فلا تعقلون. آیا امر میکنین شما مردم ای یهود علما را میگه الناس مردم بالبر بنیکی کردن کارای نیک میگین بکنین و تنسون انفسکم خدا فراموش کردین خودتان نمیکنین و انتم تتلون الکتاب در حالی که شما درس و تدریس میکنین کتاب الله را که تورات است. افلا تعقلون آیا چرا شما فکر نمیکنین دیگه؟ چرا از عقلتان کار نمیگیره؟
یک مرض دیگه در اینا بود، علمایشان دو قسم بود، چند قسم بود. یکیشی که تعریف میکرد هیچ بیان نمیکرد، دیگه گروه علمایشان بود میگفت که مردم هم میگفت بری نیکی کنیم، و میگفت این پیامبر آخر زمان آمده، میگفت ها چی کنیم؟ برو میگفت ایمان بیار. میگفت خودت نمیاری؟ میگفت نه من نمیارم، تو برو. فهمیدی؟ خودش نمیارد، تو برو. میگفت نه. بعضی علما که هست چطور است می عمل بکنیم؟ ما صدقات خیرات می ثواب داره. مولای صاحب تو چرا نمیکنی؟ نه میگه تو بکو، تو بکو من میخورم. میگه من نمیکنم. همین صدقات هم بسیار سر مردم چی میکنن، نه خودش نمیته. این هم بسیار یک صفت خطرناک است. خب در این مرض اکثریت گرفتار است. میگه این کارا را بکنین، خودش نمیکنه. میگه ما عذر دارم. چه عذر داری؟ نمیگم برات. میگه من نمیگم. چرا نمیگی؟ میگه اگه بگم بعد از این تو شک پیدا می، تو برو. میگه خب برو، همه قم اگه باشه خوب آدم است، همین حقه که بگه بکو، همین هم صحیح است. خودش که نمیکنه گناهگار است، ولی اگه ای که خودش هم نکنه و کار باید بیخی من نکنه، او خطرناک میشه. خب مثلا این یک حکم الله، یک فریضه است، خودش هم نمیکنه، دیگران که میان میگن نه نه نیست جایز نکو، ما که نه مرا نمیبینیم، ما چرا نمیکنم؟ این خطرناک. خب اتأمرون، این خو یک ترجمه بود، حالا یک بار دیگه سرش می اتأمرون الناس بالبر، آیا شما امر میکنین مردم، دعوت میتین مردم الی الخیر بالبر، به نیکی و خیر، به ایمان به محمد صلی الله علیه وسلم، به نیکی ها این کار کنین، این کار کنین، ثواب داره. نه و تنسون انفسکم، و فراموش کردین نفسای خودتان را، تنسون ترک کردین، ایمان نمیارین و اعمال خیر انجام نمیتین. نسیان یعنی ای تو ترک کردین که بیخی فراموش شد. و انتم تتلون الکتاب، در حالی که شما کتاب الله را میخوانین، یعنی تورات، کتاب این تورات میخوانین، در این صفت پیامبر است، نعتش است، و میفهمین که باید هر کس ایمان بیاره. افلا تعقلون، آیا شما فکر نمیکنین سری گپ؟ فهم افلا تفقهون، نمیفهمین گپ که رجوع بکنین به این؟ چقدر گپ بد است. پس از اینجا فهمیده میشه که علمای یهود چی کار میکردن؟ مردم به نیکی‌ها و ایمان و اعمال خوب دعوت میکرد، خودشان نمیکرد. خب ایمان خو یک چیز مهم است، کسی که به ایمان دعوت بده خودش نبره خب کافر است، ولی اگر به فرایض دعوت بده خودش نکنه باز گناهگار است. به فرایض یا از ترک گناه، اینا این مرض داشت. در بسیار حدیث در روز قیامت میگه یک علما میاین، علمای بی عمل، اینا میاین چیز میکنن در روز قیامت که میاین، الله متعال میگه اینا رو زنجیر پیچ میکنه و کدم و آتش چرخشان میته. خب پرسان میکنن مردم که علما را، میگه آیا شما عالم نبودین دعوت نمیدادین؟ میگه بله ما بودیم دعوت میدادیم، خود ما نمیکردیم، خود ما عمل نمیکردیم، در آتش میره. رسول الله صلی الله علیه و گفت که همین تو علمایی که مردم به اسلام دعوت میده خودش عمل، میگه حرام نخو خودش میخوره، رشوت نخو. همین قاضی ها را که ببینید در بالایش نوشته کرده، بالای کلیش الراشی و المرتشی کلاهما فی النار، رشوت گیرنده و دهنده هر دوش در آتش است. باز که میری میگه این کار مرا بکن، میگه ما قسم خوردیم که 15,000 نتی نمیکن. قاضی قسم خورده، من گفتم چند قسم خوردی؟ 15. گفتم 5,000 بگی. نه قسم خوردیم 15,000 نباشه نمیگیرم. یک آدم بیچاره بندی بود بنا، گفتیم این خود از این مسئله شریعت، همین قاضی هم از شریعت فارغه. حالا تو قاضی هستی یا نه؟ از این شریعت فارغ شدی یا نه؟ ها حالا میام قاضی میام سنفیت هست، نه میگم ما قسم خوردیم، قسم نمیخوردم میشد 15,000 نباشه. گفتیم بیگناه است. گفتم بیگناه رو میگیریم ما، خب گناهگار کی میتونیم چی کنیم؟ میگم بیگناه رو ما جزا میدیم، یقین کنید نمیتونم. پس از اینجا چی فهمیده میشه که مردم این همزه استفهام است، انکاری است. خب آیا این کار نکنین؟ یعنی مردم به نیکی دعوت میتین، خدا فراموش کردین. کتاب الله را میخوان، یعنی خوب میفهمی حقا کتاب الله را، این بسیار صفت بد است. علمای آخر زمان اکثرش میطور است. خب با یگام تا میگه با گفتار مولا برو، با کردارش نه. نه گفتارش خو اگه حق باشه او را هر گفتارش قبول نمیکنیم،
همون گفتایقش قبول کنیم، اعمالش میبینیم، اعمال خوبش تایید میکنیم، خرابش نیم. همین گپ است. خب میگه یک مولوی بود، مردم گفت صدقه کنین کنیم، بسیار ثواباش بیان کرد. خانمش میگه شنید، شوکش شد پلاو بار کرد و گوشت خواستی ها که بسیار ثواب داره، روان کرد در مسجد. که روان کرد مولوی صاحب بسیار خوش شد که برو مردم تشویق کردم، این نان آمد که بیاین و مردم خیرات است، خودش هم شروع کرد. نه شروع کرد و گفتم مولوی صاحب، گفت از کجا آوردی؟ گفت مولوی صاحب از خانه خودت است. گفت یک دفعه بند کرد. گفت باش من دفعه خانه برو. نان نخورد. گفت شما بخورین کم کم من میام. رفت خانه رفت. گفت که چی کردی؟ گفت تو خود گفتی ثواب خیرات صدقات. خدا بیخ بکشه، ما از خدا نگفتیم دیگاره گفتم. گفت نمیفهمی که ما باید از مردم بخوریم، مردم به ما میاره، نه که ما به دیگه بتیم. توجه شده؟ این طور بسیار است که بگوی مولوی صاحب یک چند روپا بتیم، ما مولا را ندیدیم. بگم به می خاطر سر یکم تا میگم که اینجا با چیز جمع کنین، نه خودم میتم. مثلا در این مدرسه یتیماسی الحمدلله الله شاهد است، خودم هم میتم. میگم کم از کم مای 500 میتم. یعنی میشه که جمع میکنم، میگم 500 بتیم، 500 میپرد. یکم دفعه میگم مگه زیاد بگم سر خودم فشار می خیره، میگم برو فشار بیا سر خود. دیگه دفعه که گفتم 500 مجبور هستم خودم هم پرد. 500 بده. همینطور باید باشه. وقتی که ما دیگران را میگیم این تو کار بکو، باید خودم هم کمک کنیم، خودم هم عمل کنیم. این تو نیست که صدقات به عوام باشه. همیشه یک مولوی بود که آمده بود، گفتیم مولوی صاحب خوب شد آمده، پیسه شب بسیار به سختی یک 500 را از پیشش کشید. گفت در عمرم صدقه نکرده بودم. تو بکش دیگه شروع. با خاطر که ملاستیم، نه اینمی فرهنگ. یعنی در افغانستان این توست که ملا بگیره، نه که به دیگران بده. نه ملا باید از مردم بگیره، ملا باید بخوره، ملا اینمی خودش صدقه، خودش کارای مهم انجام نده. مثل که پیش یک وکیل رفتیم، با خاطر مولوی صاحب متوکل گفت شما ملا ما را گفتین جهاد فرض شده علی روسا بدوی نیست ویسو، نفس ما را کشیدین خودتان دوندی خیر ششته. بعد گفتیم دیگه مولوی ها گفت بسیار کم بود. گفت مولوی صحیح نبود، اگه ملاقات بود. گفتیم برو ما هم صحیح. ما که گفتیم هم خوب شد دیگه، اگه نمی گفتیم هم روس میگرفت ما را. نه دمی صاحب هم شریک شدیم. می علما که گفتن خانشان آباد بسیاری خوب میگفت که شوروی را در بینتان میآید، شوروی اطاعت کنین. نه اون ملا را چی میگی؟ با یک ذره چی کرد؟ و راستی مردم سابق انتقاد میکرد. واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا للخاشعین. واستعینوا از الله مدد بخواین، به صبر به نماز خواندن و به صبر به صبر کردن در اطاعت و فرمانبرداری، و صلات نماز خواندن، و انها لکبیرة بدون شک اینمی خصلت که استعانت به صبر و صلات نماز و صبر لکبیرة بسیار سنگین است. الا علی الخاشعین، مگر به بالا کسایی که خشوع دارن، حضور قلب دارن، از الله میترسن، هیچ سنگین نیست. در اینجا الله حکم میکند که وقتی که مشکلات بر شما پیدا میشه، طبعا وقتی که شما بخواین که حق بیان کنین، عمل کنین، قرآن تعریف نکنین، دنیا را ترک کنین، ترک دنیا مشکل است. نه اما مثلا یک مولوی صاحب چی شوه اعلان کنه که اسقاط در دین نیست، فاتحه نیست، همین بدعت است. نه ختم و قاریه را خواستن نیست دیگه. در گوش طفل پیسه گرفتن از تعویضی ضرور نیست، دکان تعویض خانه واس کو این گپا همیار را که رد کنه از بسیار پیسه ها میمانه. همین سخت است. نه اینا الله میگه اما واستعینوا بالصبر، از الله مدد بخواین به صبر کردن. یهود میگه صفات رسول الله صلی بیان کو ایمان بیار، بعد درآمدار حدیث میت خیر دیگه میه. الله رزق الله میده. خب یک کار است، یکم تو کار حرام میکنه. خب چرا این کار حرام میکنی؟ چی کنیم؟ میگه نفقه پیدا کن. او کار حرام است. نفقه چی؟ یک رقم نفقه حلال. یا این نفر یک کار میکنه از صبح تا بیگاه 20 تا سیلیکاری میکنه، چوب میزنه. خب صبح تا بیگاه چی میکنی؟ میگه والا یک رقم نفقه حلال. گفتم می ظالم مسلمان بیگناه را زده رئیسی، میگه نام شماندی نفقه حلال. ایلابتی همی کار حرامه، ایلابتی الله بر دیگه پیدا میکنه. ایت تو کار حلال این مال از گشنگی مرده. بسیاری مردم از چی کار میکنه؟ تجارت، هزار کار ده. یک دکان واس کن، برو اونجا چپس فروشی کنی، تو هم خودت 24 ساعت چپس میخوری،
و اینو فروش هم میکنی. کیله فروشی کو 4-5 تا کیله بخو دیگه بفروش. میوه فروشی بکو الله میترسقه. هزار کار دیگه است. دکانداری بکو، یک دکانک عادی. بولانی فروشی بکو. برو اونمو چیز میگه ترکاری فروشی بکو دم کرا چی با نیست بگردیم تا اون سو برو چند تا فروخته میشه به. چرا این کار حرام میکنی؟ واستعینوا بالصبر والصلاة، مدد بخواین از الله در کل کارایتان به صبر خواستن. صبر چی را میگه؟ تحمل آن مشقتایی که در نفس میاد و در چی تکالیف شرعی، یعنی امی نماز خواندن نه تکلیف است. صبح وقت بخی صبر کن، صبح وقت قرآن خواندن تکلیف است، صبر کن. شما اینو میگه که از صبح تا 12 میشینید تکلیف است یا نه؟ هست نه، ولی به خاطر علم قرآن یاد گرفتنش فرض عین است. به خاطر ازی پس چی کنین؟ صبر بکنین. دعوت دادن تکلیف است، صبر کنین. حق بیان کنی مردم تاپه و آبیت و گپا میکنن، نه تکلیف. خیر صبر بکن. اسلام صبر بهترین صفت است. الله متعال به کسی بده صبر از این که صفت بالا یافت نمیشه. صبر بسیار ماشاءالله. صبر چند قسم است؟ یک صبر در اطاعت، 5 وقت نماز، روزه. دمی تابستان چقدر سخت است. از صبح تا بیگاه 16 ساعت روزه بگیری، تشنگی گرسنگی. به می خاطر رسول الله می اصام صبر، نه در بعض روایت روزه صبر است، دیگر تکلیف است. نه حج که میری بسیار تکلیف است، اینقدر تکلیف داره. اگر که مردم پشت تکلیفاش نمیگردن ندیدن. خب اگر که حال بسیار سهولت آمده قرآن اینا صبر کو. دوم صبر در برابر گناه. حرام نخو صبر بکن، رشوت نخو صبر بکن، سود نخو صبر بکن، زنا نکو صبر بکن، قتل نکو، دروغ نگو، غیبت نکو، بهتان نکو، با مسلمان ضرر نرسان، صبر بکن. سیوم صبر در برابر مصیبت. مصیبت آمد پدرت مرد، نگو که خدا جان مرا بگی، خدا ایسو میزنی و اوسو میزنی و چطور شد، کاش که من میمردم، ای تو بود. بگو که انا لله و انا الیه راجعون. یا الله از تو صبر میخوام. یک دفعه یک گپ شد، این نفر که موتر زدی ترافیک میگه بریم بندی خانه، 1 سال 2 سال قیدت میبره، یعنی بی‌احتیاطی کردی. دم بندی خانه نگو که خدا چه مصیبت است اینجا آوردی، جان ما بگی تو کو، یا دست به خودکشی بزنی. صبر بکن. بندی خانه به خاطر چی میری؟ نه یا به خاطر دین الله حق بیان کردی میبرندت بندی خانه. خیر صبر ما فصبر جمیل. وقتی که یعقوب علیه السلام گفتن فرزندت گم شد، نه یوسف علیه السلام، اگر نه گم نشده بود، گفتن گرگ خوردش، چی که تو زد دکله خود که خدا چی گفت که فصبر جمیل. صبر والله المستعان ولا ما تصف. عایشه رضی الله عنها گفتن سر تهمت زنا شده، بسیار گریان، گفت فصبر جمیل. یقین کنین عایشه ما میگه، گفت ما اون چیزی را میگم که یعقوب گفته بود. یوسف علیه السلام به ناحق به تهمت زنا در بندی خانه رفت، 7 سال یا 14 سال در بندی خانه، در حالی که زلیخا خانم و وزیر خودش از این تقاضا کرده، این بیچاره او کار نکرد، متهمش کرد که تو سر ما تجاوز کردی، میخواستی که تو زنا کنی، 7 سال بندی خانه. او چی کرد؟ فصبر جمیل، صبر کرد. مصیبت تکلیف از الله نمیخوای، مگه آمد بچهت مرد، طفلت جوان 15 ساله یا 20 ساله وقت عروسیش است، نگو که آی که جانم مرد شد، وای تو شد، وای تو شد. یکم تو در کلم میزنه و یخن پاره میکنه. یک تا میگه نزدیک عروسیش بود، یک جوان کمی مرد، میگه مادرش میگه برنجایش شده میروی کوچه برآمده بود، چپم میکرد، روغنایش چپم میکرد، خریده بود برای عروسیش، لباسایش میگه در داد. آی کسی که میگم پشو که میکشم، و خدا ظلم کردی، تو کردی، کفریات. صبر که کردی الله میگه مبشر الصابرین. بچهت بندی شد به خاطر دین الله، صبر بکن. شوهرت بندی شد به خاطر دین الله، صبر بکن. متوجه شده؟ از الله مدد بخواه. این بسیار درجه داره، یک درجه داره. الله در قرآن میگه و بشر الصابرین، بشارت بده به جنت صابران.
الذين اذا اصابتهم مصیبت، هر مصیبتی که رسید قالوا انا لله و انا الیه راجعون. حتی برق که میره یک مصیبت انا لله و انا الیه راجعون. یک خار در پایت خلید انا لله و انا الیه راجعون. یک نفر یک سلی بند کرده زدت انا لله و انا الیه راجعون. مصیبت آمد نه؟ آخ اینا در هر مصیبت هم اینطور است. بناق اگر گناه کردی خب بگو استغفر الله. گناه کردی بیخ گوشت برانگیز کرد بگو استغفر الله. خب میشه که در گناه هم میعذاب. توبه بکن. انا لله و انا الیه راجعون. یکم تا را ببینیم مرده که شد میگه انا لله. مرا این نفر گفت که موتر فلانی تکر کرد، گفتم انا لله و انا الیه. گفت چرا؟ خو نفر خو نمرده. گفتم نمرده باشم همی حکم الله میاد. هر مصیبت که رسید میگه انا لله و انا الیه راجعون بگوین. هر نعمت که رسید الحمدلله انا لله، چی ما از الله هستیم به طرف الله میریم. هر تصرف در زندگی ما میکنه. اگر گفت مثلا یک کسی چی میکنه الله نجات بده ما و شما را، اگر بیا میاد دیگه. خب مرگ خواست نامش اگم تا میگه نگی. یا این نفر بود جور تیار بود، یک دفعه می سرطان برآمد در بدنش که رفت دکتر گفت سرطان است. میوچت زوف کرد ولی سرطان خب میکشه، مرگ است نه. که میگفت سرطان است بگو انا لله و انا الیه راجعون. در هر مصیبت خب و از الله صبر بخواین، استعین و مدد بخواین از الله به صبر کردن و صلات نماز خواندن و صلات نماز خواندن. چه معنا؟ مصیبت که رسید چه قسم صبر میکنی؟ نمازم بخوان. مثلا یک کسی اولاد پدرت مردیایی شد، بسیار مشکلات میه، نماز بخوان. یا مسئله است مثلا میگه نتایج برآمد چطور شد، میبینه که چانس است نه. یکم تا اینجا میاد یک ما درس میخوانه و نماز که باز چانس، که میگه چانس شد و چت چی میشه نماز هم میلا میده. که میگفتن چانس خوردی و چت در مسجد داخل شو نماز بخوام، بگوی الله آخرش خوب که یعنی دیگه چانس میخوری دیگه بیخی دراب میشی. یک تاسی در یک چانس خوب آدم زخمی میشه، در دو تا نیم جان میشی، در سومش بعد میموری، یک سال عقب میری. اینا مصیبت که آمد به طرف الله رجوع کنین، را یقین کنین. رسول الله هم میگه یک طوفان که میشد، باران میشد شدید، در مسجد داخل میشد. هر مصیبتی که میاد فلانا اینقدر عساکر مسلمان در فلانا جا شهید شد، مثلا در مسجد میرفت نماز میخوند. یا الله مردم ما و شما که پدرش بمره یا مادرش یا برادرش که بگوی بیا بریم مسجد، میگه چی میگی تو؟ ما در چی مصیبت هستم تو میگی بیا بریم مسجد؟ نماز نمیخوانی؟ نه ما در خودم در چی غم ماندیم. توبه. نه مصیبت آمد خیز بزن به طرف نماز، به طرف الله. الله آسان میکن. نکردی الله باز میفهمه که چی میکنه. الله چیزی دست ما میاد، الله این حکم الله است. چقدر خوبه. مستعین و مدد بخواین. مصیبت آمده نماز خوانده برو، دعا کرده برو، دعا نماز. یکم تا بندی میشه در بندی خانه دعا نماز الله بیرونش میکنه. یک تا دیگر ببینی بندی شد اموجا یاغی و باقی میشه و بی صبری هم نکنی. یکم تا در بندی خانه میره تسبیح چیگی میگه سبحان الله استغفر الله میگه که نشد، آخر رو در دیوال میزنه میگه 10 روز است که ما اینجا خوانده رایستیم این چیز نشد. یقین کنین همین تا آدم ها را دیدم. ما بچه از الله بترس. تو اینجا جای عبادت است، نان تواله است، چی میخوای؟ نان تواله است، عبادت تکده برو. گناه کردی دیگه گناه نکو، امتحان است، امتحان الله میاد. ولی کسایی که الله را عبادت میکنه عموج هم برش بندی خانه آسان میشه، یعنی بسیار سخت است. مرض است عبادت اطاعت بندگی کردی الله آسانش میده. و این تو نیست حال رسول الله هم مرض موت گرفت مرد دیگه، با وجود پیامبر بود دعا میکرد. مرض مرگ هم است میاد دیگه، انسان خود نمیشه که مریض نشه. و مرض خب برای خیر انسان است که از جانب الله تو انسان گناه را میبخشه به شرطی که صبر کنه. الله گناه را میبخشه، الله متعال به سبب مرض گناه را میبخشه. و انها لکبیره، بدون شک اینمی خصلت استعانت با صبر و نماز بسیار سنگین است. الا علی الخاشعین، مگر به کسایی که خشوع دارن، کسایی که از الله میترسن، حضور قلب دارن، بر متواضع هستن، در صفتشان تواضع است، اونا هیچ سرشان سنگین نیست. واقعا آدمای بیدین که در حالت مصیبت بره نماز بخونه و اطاعت کنه سخت است نه؟
اما با کسایی که خشوع حضور قلب میگه که از الله، عظمت الله در قلبش است، عظمت خالق در قلبش است، هیچ به این سخت نیست. یعنی ما الحمدلله نماز میخوانیم 5 وقت، همین نماز صبح خیستن 4:30 بجه 4 بجه مثل آب خوردن است، با این آب که بنوش هیچ فشار نمیاد. ولی کسایی که خشوع نداره، حضور قلب نداره، نماز چقدر سرش سخته. 5 وقت نماز میگه، نه 5 وقت نماز هیچ آسان چیز است. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیه راجعون، کسایی که یقین میکنن که اینا ملاقات میکنن با امر ربشان، و انهم الیه راجعون، و اینا خاص به طرف الله بازگشت میکنن. خاشعین کی است؟ از جمله خشوع الله متعال آل صفت عقیدتی از اینا را میگن. الذين کسایی هستند یظنون، اینجا ظن به معنای اعتقاد است، اعتقاد محکم داره که شک در داخل نمیشه. چرا؟ زیرا ظن که بعد از او ان بیاد تاکید حتمی به معنای یقین می باشه. مثل که در روز قیامت در سورة حاقه میاد و جنتی چی میگه؟ فاما من اوتی کتابه بیمینی، کسی که عمل نامش به دست راستش داده شود چی میگوید؟ فیقول ها ام اقرأوا کتابی انی ظننت انی ملاق حسابی. بدون شک ما یقین داشتم، اینجا ظن به معنای گمان نیست، یقین داشتم که ما ملاقات میکنم با حساب، یعنی به قیامت یقین داشتم. اینجا در قرآن اکثر جا ظن به معنای یقین آمده، خصوصا که بعد از انه تاکید بیاد. الذین کسایی که عقیده دارن، اعتقاد محکم، انهم ملاقو ربهم، که زود است که اینا روبرو شوند با ربشان در روز قیامت، الله حساب میکنه به اعمالشان. یا یقین دارن که چی میکنن؟ روبرو میشن با ربشان و الله اعمالشان حساب میکند. به می خاطر اینا گناه نمیکنن، اگر مصیبت رسید صبر میکنن، میفهمن قیامت است. و انهم الیه راجعون، و یقین دارن که اینا خاص به طرف الله معاد و بازگشتشان است، میرن به طرف الله. یعنی کسایی که اینی ایمانشان یعنی به قیامت محکم است، اینا نماز خواندن و اینا واقعا چقدر که ما شما ایمان ما به روز قیامت قوی شد، اما اعمال ما خوب میشه. کافرها که از کلا بل تکذبون بالدین، شما تکذیب میکنین قیامت ها، و می خاطر زیاد گناه میکنن. این میال اگر یک کسی بفهمه که من این گناه را بکنم در آتش میرم، میکنم، بکشیش نمیکنم، ببینه کسی این گناه را کرد اون در آتش میسازه، $1,00,000 را بتیش گناه میکنه؟ نه. ولی ما ایمان ما به قیامت ضعیف است، به می خاطر است که ما قربان قیامت که دوره، در حالی که مرگ آمد قیامت شروع شد. من مات فقط قام قیامت. سلف میگفت کسی که مرد قیامتش قایم شد، زیرا حساب کتاب شروع میشه، از مرگ شروع میشه.